3 ساله تو حوزه بیوتی دارم کار میکنم. به تازگی تو استانبول یه سال جدید زدم. با من باشین تا تجربیاتمو تو این همه سال با شما به اشتراک بذارم. شاید الهام بخش بشه براتون. خوش اومدید به ویلاگ خانم شیرین مقدم. امروز در ماسلاک 1453 میریم به دیدنشون. قرارمون اینجاست ببینیم که یک روز کاری رو چطوری شروع میکنن و به چه شکل. بیا در باز کن که بریم و سلام. سلام. حالتون خوبه؟ ببخشید من با دوربین نباید می اومدم ولی گفتم که اینطوری خیلی باحال‌تر میشه. بله خیلی هم عالی. چیکارش کنم؟ خوبی شما؟ بله خوب. خب. شما چطوری؟ متشکرم. قرار ما اینجا اینجوری نباشه. آره گفتم که حالا دیگه من با دوربین اومدم، گفتم که از اینجا شروع کنیم تا بعد بریم سراغ مدل و ببینیم که چطوری. اخبار گرفتم منتظر شما بودم. خیلی هم عالی. شما معمولا روزتون رو چطوری شروع می‌کنید؟ من فکر کنم که همینطوریه. حالا بچه‌ها از استارباکس میان، بچه‌ها تا منو میبینن قهوه‌مو آماده میکنن و میگیرم و به سمت سالن. خیلی هم عالی. خب فکر کنم قهوه‌تون هم گرفتید. موافقید بریم؟ بریم. بله بریم. فقط میخواین ویا کمک کنه میکروفونو بر شما. آره من میکروفونو بدم. با بذاری اینجا. همینجوری میریم تا سالن همینجوری یه سر. آره. نظرتون چیه؟ خوبه. بریم. دوست دارم یه باهاتون هم صحبت کنیم. بفرمایید. بریم. بفرمایید. فکرم اومدین یه تیکه کوچولو بگیرین و بریم. نه اومدیم باهاتون قدم بزنیم صحبت کنیم. خیلی هم خوب. چه خوب که روزم با شما شروع کنم. زنده باشید. خب امروز قراره چیکار بکنیم؟ امروز قراره یه میکاپ کنیم. خب یه میکاپ خوشگل، زمین نخورین، مراقب باشین. بعد یه میکاپ برای یوتیوب. خیلی وقت بود نکرده بودم، به پیشنهاد شما قرار شد یه میکاپ تو یوتیوب بذاریم و ویدیوهای هفتگیمون دیگه وسط گوشواره هم یادم رفته بندازم. خیلی حالم گرفته شده. رفتم اینجا از پلو گاراژ بگیرم، دیدم بسته است. اصلا مگه میشه؟ اینقدر زیبا هستید که دیگه به نظرم چه جای باحالیه شما. این جایی که اینجا شما آرایشگاه خیلی خوبیش اینه که نزدیک خونم دیگه. همینجوری پیاده میرم. تو ایران که بودم از ماشین رو موتور، از موتور تو پرواز، از پرواز همینجوری دیگه. اینجا همین شکلی تا سالن. خب امروز ویلاگ ذره متفاوت میخواد باشه. به خاطر اینکه من وقتی که با شما یه گپی داشتم من یه ذره نفس میزنم. آره چون هم باید یه ذره یواش بریم، شما ماشاءالله قطع میرید. من تازه دارم آروم میرم. خب به این شکله که قراره که من وقتی با شما گپ زدم متوجه شدم فقط شما یک آرایشگر نیستید. چی هستم بهم بگین؟ یک انسان فرهیخته با یک تجربه زیسته بسیار بسیار ارزشمند. ببین انسان فرهیخته رو نیستم شاید. میگم وقتی میخوای یه آدمو از بین ببری زیادی بزرگش کن. از من زیادی بزرگ هم نکن. نه واقعا ولی در مورد تجربه بله تجربیات عجیب غریبی دارم که خیلی وقته که تلاش میکنم از چراییش خلاص شم، ولی کن هر از گاهی میگم چرا برای من این همه، چرا این همه اتفاقای عجیب غریب. ولی نمیدونم. بریم این تجربیات رو به اشتراک هم بذاریم که ببینیم که چطور. بریم تو دم ورودیه. بریم. حال تندتر برم؟ شما صاف شدی؟ بله. باش. اینجا مسیر کار منه. هر روز میام. یکی از زیباترین چیزایی که من عاشقشم ببینم میوه فروشیه. یعنی دوستم برم همونجوری تو میوه فروشی‌ها بچرخم. مثل بوتیک برام جذابه. اینجا یه سالن دیگه است که بعد از ما باز شده. بعد از من در واقع. برنچیه، یه دونه تو آنکارا داره، اینجا هم دوم میشه که باز کرده. Günaydın. Nasılsınız?
بچه‌های خوبی هن، حرفه‌ای هن، خوبم کار میکنن. از این بعد دیگه من از خونه بیام سمت کار این ور اونورمو نگاه می‌کنم فرزاد دنبالم نیست. یه جا کمین نکرده. خب آرایشگاه شیمو. یس اینجا شیموه. شیمو اول اسم شیمو. شیرین مقدمه دیگه. آره شیمو برندیه که دوستش دارم. حالا شاید بعدا شیرین مقدمم را انداختم نمیدونم. چند ساله که هستید با شیرین مقدم؟ حدود فکر میکنم 20 سال. Giriyorum kuaföre. Bitti. Buraya kadar mı? Evet, bitti. Geliyorum. Yedi kuaför. Teşekkür. خب اینجا اینجا یه دوربین رو باید اختاری هم اجازه داریم. بگیریم. آره. آره خب 20 و چند سال؟ نه 20 سال. 20 و چند ساله. بله. و رسید به استانبول. رسید به استانبول، جایی که اصلا فکرش نمی‌کردم. بریم در مورد تجربیات با هم صحبت بله. کنیم. مدلم خانم گلناز هستن بله بله بله. که برند موگه. بفرمایید. متشکرم. آره. موگه مرسی. و اون گلای بی‌نظیر و دلرباش. Merhaba. Birisi mi? Günaydın, günaydın. چه گل خوشگلی اینجاست. خب اینجا قراره کار بکنیم. آره چقدر خوشگله. آره این گل خوشگله. خوبی. خیلی خوب دویدی واقعا عالی بود. بیا. خب خب خوبید خانم گلناز؟ مدل ما هستن که اصلا دوست ندارم. خب ببینیم که خانم شیرین عزیز چه میخواد بکنه با صورت زیبای شما خانم گلناز. خودتون من که امروز قراره شیرین جون منو میکاپ بکنه و مطمئنم که میخوام شبیه مونیکا بلوچی بشم. مونیکا بلوچیه چیز مناطق صعب العبور. آها اورجینال باش. بله بله. من بعدا خدمت شما میرسم. بریم ببینیم بله. که همینطوریش هم بسیار زیبا بیاین. هستید. با من نظر بیاین. کردم. حتما ببینید شیرین جون چی کار میکنه. بریم. قربونتون عزیزم، جاتون خالیه پیش ما. بیاین پیشمون ببینیمتون. آخه قربونتون من هر چی دارم از مشتری گلستانمه. خب شیرین جان شما جان. انقدر هم جملات خوبی تو اینستاگرامت مینویسی. خیلی فکر میکنم هر صبح یا هر شب. آره تو دوره شوک‌گذاریم. یه توضیحی میدی؟ ببین من خب اتفاقای خیلی عجیبی تو زندگیم تو این 2-3 ساله افتاده. حالا همه عمرم یسم، ولی این 2-3 ساله انگار همش برای این بود که من از چیزی که هستم جدا کنه و به یه سمت و سوی دیگه ای برم و نهایتاً هم منجر به مهاجرت من شد. منی که هیچ وقت دوست نداشتم از ایران بیرون بیام. یعنی اونجا اصلا فکر میکنم فقط مرگه که میتونه منو از کشورم جدا کنه. پایینو ببین عزیزم. این خب چجوری بهتون بگم ساید افکت داره دیگه، منتالی، روحی، همه چی. ناخودآگاه تمرکزت میاد پایین، هی برمیگردی عقب، زندگیتو مرور میکنی، پر چرایی هستی و اینا و بهم سخت میگذشت تا اینکه یه روزی به این رسیدم که شیرین شاید یه جایی آرزویی کردی که این شرایط برای رسیدن به اون لازمه. ما که نمیدونیم که چه کار باید بکنیم. ما هم که وقتی تو این دنیا آوردن یه دفترچه راهنما ندادن که بگم بفرما این دفترچه راهنمایی تو برو با این. ما هی با بخوریم تو دیوار، سر و صورت خونی بشه، یاد بگیریم.
چون که تجربیات من ممکنه فقط برای من جواب بده، تجربیات شما برای شما و هر کس دیگه برای خودش. یعنی ما تو مسیر تکامل خودمون یه سری اتفاقا برامون میفته و من به این فکر کردم که شیرین شروع کن شکرگزاری همین شرایطی که به سختی داری ازش عبور میکنی، صبور باش و موازی باهاش دارم کتاب می‌نویسم، اتفاقاتی که تو لحظه ها برام میفته که حتما بعدها فراموششون میکنم. یعنی اون لحظه رو اونجور که باید نمیتونم با کلمات، همین الان که توشم نمیتونم بیان کنم، ولی وقتی ازش میگذری ذات انسان فراموشیه دیگه، بدترم میشه دیگه. حتی یه چیزای بزرگ فقط یادت میمونه، میگی آخه یادش بخیر این شکلی بود اون شکلی بود. بنابراین فکر میکنم این شکرگزاریه که امروز روز 25 منه کمکم میکنه. تمرین صبر میکنم، یه روزایی بالام، یه روزایی پایینم، یه روزایی پر دردم، یه روزایی پر زخمم، برون ریزی دارم، گریه میکنم یه موقعهایی زیاد بالا ببین، ولی نهایتا میدونم که تا خدا نخواد برگی از درختی نمیفته. اونم منو برای بدبختی نیاورده تو این دنیا، منو آورده که لذت ببرم و زندگی کنم. پس بهش اعتماد میکنم، توکل میکنم، سعی میکنم که همسو باشم با خواستش. الان به این شکل که شیرین جان خب خیلی شرایط زندگی سخت شده، خیلی درد، رنج، عذاب، واقعا شرایط خوبی نیست برای کسایی که حتی دارن تو ایران زندگی میکنن. این شکرگزاری برای تو نمیدونم فیدبکی داشته تا حالا؟ کسی در موردش باهات صحبت کرده؟ زیاد، خیلی زیاد. یه نمونهشو میشه بهمون بگی؟ ببین اصولا من بعضیا رو به اشتراک میذارم، یعنی مثلا بدون اینکه آیدیشون دیده بشه شکرگزاری رو به اشتراک میذارم، ولی برای خود منم شکرگزاری شکلش عوض شده. یعنی من قدیم‌ترا اینجوری بودم که یه چیز خیلی بزرگی اگه به دست می آوردم بازم یادم میرفت شکر کنم، یهو بودم یا خیلی شکری نمیشد. الان شکرگزاری میکنم برای چیزایی که ازم گرفته، من فعلا تو این فازم، نه برای چیزایی که بهم داده. شکرگزاری میکنم برای اینکه حتما این درد برای من لازم بوده، دردی که به ناحق از سمت آدمای خیلی نزدیک بهم در واقع وارد شده. فعلا تو شکرگزاری اینام. شکرگزاری هم این شکلی نیستش که شما امروز شکرگزاری میکنی فردا نتیجه بگیری، نه. شکرگزاری تعامل، نمیدونم چی بگم، یه آگاهی، شاید هر چی که هست من باهاش حالم خوبه. ما یه مثالی داریم میگن که خب هر کسی یک رسالتی داره، فکر میکنم 3 بخشه. آقای یونگ در موردش صحبت میکنه. یکی رسالت، وظیفه و خدمت. رسالتی که شما داری به نظر من خب اینستاگرام هم الان یک بستری شده که خب خیلی صحبت ها میشه، خیلی اثرگذاری ها هست. واقعا فکر میکنی داری رسالت تو انجام میدی شیرین؟ یا به لحاظ انسانی، چون شما واقعا فراتر از یه میکاپ آرتیستی. شما رسالت منو چی میبینی که من بدونم اونو انجام میدم یا نه؟ ببین این که شما بر من خیلی جذابه که شما شکرگزاری ها رو داری، صحبت میکنی، کمک به آدم ها و صحبتاتون خیلی بر من تاثیرگذار بود. من خیلی دوست داشتم این رو شما هم به مخاطب های خودتون در یوتیوب بگید که چه کردید. چه کرد؟ ببین در رابطه با این رسالته، اگه بخوام، من نمیدونم رسالتی دارم یا نه، ولی من یه چیزی رو میدونم، من تاثیرگذاری رو دوست دارم. دلم میخواست که روزنای ایران، دخترای ایرانی بالا رو ببینیم. حالا اگه اسم نژاد پرستی روش نذاریم که فقط ایرانی، فرق نمیکنه هر جای دنیا، ولی بضاعت هم اندازه ایران بوده. تأثیر بذارم و به خانم‌ها یاد بدم که هر چی که لازم داریم برای رسیدن به آرزوهاتون خودتون دارین. خیلی هم خوبه ها، شاید هم شاهزاده سوار بر اسب سفیدی بیاد، ولی اگه نیاد هم تویی که مظهر زایشی، تویی که مظهر ادامه حیاتی هستن، تو نذار ببینم چه اتفاقی میفته.
کره زمین چند وقت دیگه به چه دردی میخوره و البته اگه ایلان ماسک بذاره. الان فمینیستیه این جمله؟ نه اتفاقا فمینیستی نیستش. از اونجایی میاد که انقدر ما زنا رو سرکوب کردن، اعتماد به نفسمون رو گرفتن و همیشه یه نفر باید ما رو مدیریت کنه تو خونه، پدرمون، بعدش شوهرمون، حالا اون وسطا دوست پسر، بعدش بچه‌ها. و هویت زن تو ایران به خصوص این شکلیه که هرچی چروکتر، هرچی داغونتر، هرچی درد کشیده و خمیده تر قابل احترامتر. همون دختر اگه خیلی زیبا و خوشتیپ و استایلش حواسش باشه، گریه‌شو کسی نمیبینه ها، قصه هاشو کسی نمیبینه. وقتی ویترینشو درست میکنه، آدما میبیننش میگن خب اینم که خوشبخته و فلان. حالا یهو اگه تو بدبختی ببیننش همه بسیج میشن که این ارزشمند، این فلانه. بابا این همون آدمه، فقط درداشو با شما به اشتراک نمیذاره. این ماهیت، بهتون بگم یه درصد بالایی از خانمای ایرانیه که خویشتن‌داری میکنن، درونگرا هستن، به غیر از یه عده‌ای که حالا کار ندارم و نام انتخابشونه، ولی اصولا اسم آبروداری روش گذاشتن و هر دردی که بهشون میاد و دهنشون رو میبندن و در موردش حرف نمیزنن، سکوت میکنن. شیرین جان، این جهان بینی و یا این این آگاهی که الان بهش رسیدی چطوری تو به دست آوردی؟ ببین اصلا انقدر من احساس میکنم هر چیزی که ما آدما به دست میاریم مال اون تنهاییایی که پر درده، که با هیچ کس نمیشه به اشتراک گذاشت، خودتی و فقط خودت، یعنی هیچ کس دیگه. همون لحظه که داری مچاله میشی انگار که داره یه دری باز میشه و تو از وجودش بیخبری. سالها بعد، مثل سوالی که شما الان از من پرسید، من اصلا نمیدونم کی از یه دختری که از تو بلد نبود حرف بزنه، انقدر خجالتی بود که وقتی مهمون میمد تو خونه میرفت تو اتاق قایم میشد، باباش مثلا میآورد میگفت دختر بزرگم شیرین که من از اون حالت خجالتی بیاره بیرون، تبدیل شدم به این آدمی که میتونه وایسته اینجا و اصلا حرف بزنه و یعنی نه خجالتی میدونه، اعتقادش و باورش رو میتونه در موردش حرف بزنه، دیگه خجالت از چیزی نمیکشه. ولی وقتی به گذشته و زندگیم و اتفاقاتش فکر میکنم و نگاه میکنم، طبیعیه دیگه تجربه منو ساخته. یعنی آدما رنج، درد، یعنی درک درد. شما یه روزی، من همیشه میگم که درد رو باید کشید، درد فرار کردنی نیستش. درد اومده به تو یه درسی بده، تو رو از این جایی که هستی به یه جای دیگه ای انتقال بده. من اگه امشب که قسمتم روزیم درده، جای این که درد رو بکشم با دوستم برم بیرون شام بخورم، باز اون واحدم پاس نشده، دوباره اون درد برای من میاد. بشین و اون درد رو بکش با بند وجودت، با تک تک سلولات تا درسشو بگیری. چون اگه درسشو نگیری، بیشتر اصلا به خودم میگم اصلا با کسی کار ندارم، من تو موقعیتی نیستم که یعنی هیچ آدمی نمیتونه کسی دیگه رو نصیحت کنه یا بهش راه زندگی کردن رو یاد بده. بیشتر اصلا به خودم میگم نباید از درد فرار کنم، باید بشینم و تجربهش کنم تا ببینم برای چی برای من اومده. اون گریه و اون شب زنده‌داری، اون چیزی که نمیذاره تو بخواد، اون چیزی که باعث میشه استرس بگیری، نگران شی، بلرزی، اون چیه؟ و تو همون لحظه بگی الهی شکرت که من دارم اینو تجربه میکنم با تویی که فقط تویی که الان کنارمی و چه خوب که تنها دارم میگذرونم. به مخاطبمون بگم خب آدم وقتی شما رو میبینه قبل از اینکه صحبت کنه، چه خانم زیبایی، چقدر با پرستیژ، آدم فکر میکنه هیچ دردی، غمی نداشته، ولی وقتی که صحبت کردم دقیقاً کلامتون که آرامش داره، این دقیقاً به خاطر همینه. یعنی درد و رنج‌هایی که در تنهایی کشیدید و دوباره ساختید خودتون رو و همچنان از دست میدم و همچنان میخوام بسازم. یعنی 1000 بار زمین بخورم 1001 بار بلند میشم. میدونم بلند میشم، هر بار که بخورم زمین بلند میشم، چون باور دارم، یعنی چون خدا رو دارم دیگه، من از خودشم دیگه، من از خودش به وجود آورده. به چی شدی خانم؟ اوضاع چطوره؟ دوست داری یا نه؟ خب میکاپمون هم این وسطا تموم شده ها، میتونین تشریف بیارین. کامل تمام. بله. خب من فکر می‌کنم خانم گلناز رو باید دوباره جلوی دوربین داشته باشیم، یه قبل و بعد بذاریم. ببین من هر کاری کردم قبل بعد نتونستم بگیرم، قبل بعد نه بعد نشد متاسفانه. نه عزیزم، باید پریو میآوردیم از تجربیاتش استفاده می‌کردیم. این پری هم یه داستان داره. 300-400 هزار تا ویو خورده و یه دونه ویدیوش خیلی بامزه.
ایشالا یه روزم دوباره پری رو دعوت میکنیم که اینجا باشه. بله بله، اصلا کم لطفی کردیم در حق پری. پری باید 4-5 تا دوربین میده. دعوتتون قبول میکنه. نه این بار مامزه این بود که مطمئن نیستم. ببین کسایی که میدونم با پری ما این کارو کردیم، وقتی بهشون میگم بیا میکنم، میگه ببین تو رو خدا منو مثل پری نکنی. آره منم دقیقاً امروز همین رو گفتم. شما هم میگی. قدیم‌ترا اول اتوبان یه ماشین تصادفی میذاشتن که آدما ببینن اگه تون برن اون شکلی میشن. پری برای مشتری میکاپ من اینه مدل ها البته. دم شما گرم. این گپ و گفتگوی ما ادامه خواهد داشت، چه در اینجا چه به شکل‌های دیگه، و مرسی از این که با ما همراه بودید و دم شما گرم. دارین شما از من تشکر میکنین از مخاطبا، به خاطر همین من جواب نمیدم. منم مثل ایشون خیلی زیاد ازتون ممنونیم که ویدیو ما رو میبینین. اگه سوالی داشتین، کامنتی داشتین، نظری داشتین، میتونین برامون بنویسین، چه تو اینستا چه تو یوتیوب. حتما تلاشمون اینه که بی پاسخ نذاریم. و یه موضوع مهم، هدف این ویدیو فکر میکنم حالا جدا از این که شما دارید واقعا به خبرگی کامل کارتون انجام میدید، الهام بخش بودن تجربه هایی که داشتیده که فکر میکنم برای خیلی از میکاپ آرتیستا حتی با سابقه فکر میکنم براشون ارزشمند باشه. ادامه دار خواهد بود گپ و گفتگوی ما با شما خانم شیرین عزیز. بستگی به همت شما داره. انشالله. و دم شما گرم. کانال شیرین مقدم رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و برامون حتما کامنت بذارید و منتظر نظراتتون هستیم. خیلی هم عالی، مرسی. قربون شما، خدا نگهدار. آره دیگه ما منتظریم که ماش میمونه. تموم شدهش هم بگیریم دیگه. حالا شاید توی ویدیو دیگه بذاریم چون دیگه حرفامون تموم شد برای امروز تموم شد، ولی آره ماش هم میگیریم. ولی قبلش فکر کنم خانم گلناز بیاد جلوی لنز من و خب ببینیم چقدر زیر باشه. یه ذره عقب‌تر مرسی. یه کوچولو عقب‌تر مرسی. خم میشید خانم گلناز. چپ راست چقدر زیباتر. این طرف بله چقدر زیباتر. این طرف مخاطبا ببینید هنر دست خانم شیرین مقدم چه کرده. دم شما گرم. بیا اینجا ببینیم نور این برامون بهتر، ببینیم میکاپ چی شده. بشین ببینیم. بشین بابا. بشین صحبت نباشه. اینم مجاهد نباشه به من هی کامنت میدی. ببین مجاهد چقدر خوشگل شده.